امروز جمعه هست، یکی از بهترین روزهای خداوند. روز جمعه هدیه‌ای است از جانب پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند ما و شما را دوست داشته، هدیه خوبی برای ما و شما عطا فرموده. قدر نعمت جمعه را بدانیم. روز جمعه تنها برای نماز جمعه خوندن نیست، برای درد دل کردن هست، برای دور هم جمع شدن هست، برای به همدیگر سلام کردن هست، برای همدیگر را در خانه خدا در روز جمعه عفو کردن، بخشیدن، حلالی طلبیدن، حلال کردن، برای صله رحم کردن، برای توبه و استغفار کردن، برای صلوات و درود فرستادن صلی الله علیه و سلم. روز جمعه یعنی این. روز جمعه یعنی روز پیوند، روز به هم پرداختن، به هم نزدیک شدن، نه روز از هم فاصله گرفتن، از هم دور شدن، نه روز گناه و معصیت خدا. روز جمعه روز عید هفته هست. در روز عید باید خوشحالی واقعی تحقق پیدا بکند. همه از روز عید بهره مند بشن. فقیر احساس کمبود نکنه، ضعیف احساس ضعف نکنه، یتیم احساس بیپدری نکنه، برادر مسلمان احساس تنهایی و دوری نکنه. در جامعه اسلامی در روز جمعه و روز عید احساس بیمهری نشود. چه روز ارزشمندی خداوند برای ما قرار داده. آرزوی دیرینه داشتم که در یک جمعی به خدمت شما برسم. حالا اون جمع عروسی باشد، نماز جمعه باشد، ولی دوست نداشتم که در یک عزاداری خدمت شما برسم، گرچه مردن حق هست. کسی بمیرد ما بیاییم. چند بار تصمیم گرفتیم در عروسی خوب این روستا شرکت کنیم، ولی توفیق یاری نکرد، تا اینکه برادرمون عبدالستار سماک که در چند تا عروسی شرکت کرده بود، علاقه مردم خوب اینجا رو هی به ما بازگو میکرد. ما از خیلی وقت مشتاق بودیم. با هماهنگی ایشان با امام جمعه محترم و جوانای خوب این روستا بالاخره گفتیم در اولین فرصت خدمت برسیم، عرض ادبی داشته باشیم، سلامی بر برادران و خواهران مسلمانمون و مؤمنمون در این روستای خوب، در این جزیره خوب داشته باشیم. آدمی زاده، اگر فرصت ها رو غنیمت نشماریم هم زود پیر میشیم، هم زود مریض میشیم، هم زود ناتوان میشیم، هم زود عاجز میشیم، هم زود میمیریم. اینهایی که گفتم تو این آخر الزمان زود صورت میگیره، هم مردن، هم مریض شدن، هم پیر شدن، هم عاجز شدن. نگاه نکنید چقدر طب پیشرفت کرده. امروز بیماری با پیشرفت طب بیشتر شده.